خب بیا از این موضوع رد بشیم، تو ظاهرا نه تو قانع میشی نه من. بس همون اول فرض گذاشتی که من مخالفم، والله خود توضیح بده اصلا مشاوره چی هست. خب تو که مخالفی بگو چی میبینیش که به نظرت مخالفی؟ به نظر من اصلا مشاوره شغل نیست. یعنی به عنوان یه شغل رسمی قبولش نداری؟ اگر مشاور بیاد و تو فضای اجرایی ورود بکنه اسم اون رو چی میذاری شما؟ بس دیگه تو چه کسب و کاری باشه و چه کاری انجام بده دیگه. مشکل من خود کار مشاوره نیست، مشکل من مشاوره به عنوان یه شغله. ما یک مشاور داریم، یه مشاور نما داریم. خب چه لزومی داره؟ چرا الزام میکنی همه آدم‌ها باید به یک بیزینس متعهد باشن؟ مدیران بازنشسته‌ای که الان هم همچنان کار اجرایی میکنن به نظر تو بهترین گزینه‌های مشاوره هستن؟ مشاور اصولاً باید از رده‌های بالای مدیریتی بیاد و به پایین کمک کنه. اگر از طریق مدیرهای میانی بیاد یا از رده‌های پایین‌تر بیاد عملاً خیلی کارایی نداره. خب چی تو مشاور میترسونته که گاهی اوقات ممکنه سراغشون نری؟ مشاور نیومده اینجا فقط پول بگیره. مشاور کسب و کار رو میدونه، حل چالش رو دوست داره، چالش رو میفهمه و دنبال راه حلشه. احساس میکنم قانع شدی با صحبتایی که من کردم که مشاور شغل نیست. احساس میکنم قانع شدی که از مشاوره استفاده بکنی. فکر میکنم مبحث امروز واسه خیلی جالب بشه. خیلی بی‌صبرانه منتظر این روز بودم. خب خدا شکر که پس امروز رسید. بیا راجع به این صحبت کنیم که چرا معتقدی که مشاوره خوب نیست، مشاوره کار نیست. بس همون اول فرض گذاشتی که من مخالفم، والله خود توضیح بده اصلا مشاوره چی هست. خب تو که مخالفی بگو چی میبینیش که به نظرت مخالفی و کار جذابی نیست؟ به نظر من اصلا مشاوره شغل نیست. پس چیه؟ یه چیزیه در کنار کار که انجام میده. یعنی به عنوان یه شغل رسمی قبولش نداری؟ نه، به عنوان یه شغلی که تمام وقت مثلا من فقط کارم مشاوره است، نه اصلا قبول ندارم. به نظرم این معنیه. خب ممکنه یک نفر بعد از یک مدتی که کار تمام وقت انجام داده باشه تصمیم بگیره که از اینجا به بعد به کسب و کارهای دیگه کمک کنه. اون وقت با چه سمتی باید مشغول بشه که به نظر طبیعی جلوه کنه؟ به نظر من کسی که درگیر کار اجرایی نیست، اینکه بخواد مثلا مشاور اجرایی باشه به عنوان متخصص، در تناقض با اصل کار مشاوره. روح مشاوره در تضاده. خب فکر میکنم اینجا نیاز داریم که اول تعریف کنیم که به نظرت مشاور کیه و چی کار میکنه، چون شاید با همدیگه هم نظر نیستیم که تعریف کلمه مشاور چیه. تو فکر میکنم مشاوری میبینی کسی که میره یه ذره صحبت‌ها رو میشنوه، دوتا حرف میزنه، دوتا نصیحت میکنه و میاد بیرون. درست احساس میکنم؟ حالا نمیدونم اون چیزی که تو میگی چقدر با نظر من یکیه، ولی چیزی که من خودم فکر میکنم اینه که مشاور کسی که دانش و تجربه یا تخصصی داره که میخواد در واقع به یک سازمان یا به فرد دیگه منتقل بکنه. اگر مشاور بیاد و تو فضای اجرایی ورود بکنه اسم اون رو چی میذاری شما؟ یعنی چی تو فضای اجرایی ورود بکنی؟ کار اجرایی انجام بده؟ بله. اون دیگه مشاور نیست. خب چی اسمشو میتونیم بذاریم تو فضای کسب و کار ایران؟ بس دیگه تو چه کسب و کاری باشه و چه کاری انجام بده دیگه. یه پوزیشنی مثل پوزیشن‌های دیگه که هست یه اسم متناسب با همون داره ولی اسمش مشاوره نیست. خب بیاییم فرض کنیم که ما وارد یک کسب و کاری شدیم، یک عارضه‌ای وجود داره که توی اون داخل تیم اون کسب و کار نتونستن حلش بکنن. الان میخوان از یک دانش بیرونی، یک تخصص بیرونی کمک بگیرن. رفتن یک نفری رو که اسم و عنوانش رو کاری نداریم الان آوردن، عارضه یابی کرده و داره یک راه حلی رو میده و میخواد اون راه حل رو اجرا کنه و بعد اون سازمان بتونه مشکلش رو برطرف بکنه. فکر میکنی این رو پس با چه اسمی میتونیم جلو ببریم؟ خب اگر که داره در واقع مشارکت میکنه مستقیما در انجام یک حالا کاری که تو حوزه تخصصیش هست، که خب اگر که از بیرون سازمان میاد میشه پیمانکار. پیمانکار اینه که یک کاری رو انجام بده، یک خدماتی رو انجام بده، یه قرارداد می‌بنده، کاری انجام میده، مثل خیلی از کارهای پروژه‌ای دیگه که هست دیگه، فرق نمیکنه. خب ما تعریفمون آخه تو بحث پیمانکاری اینه که کارفرما میدونه دقیقاً پروژه چیه و یک نفری رو میاره و اون پروژه رو انجام میده. ولی ما اصلا مخالفم این موضوع. پس پروپوزال و RFP اینا برای چیه؟ خب دقیقاً نکته همینه. وقتی که پروپوزال داشته باشیم شاید اصلا یک تیم دیگه انجام بده، ولی چه کسی قرار اون پروپوزال رو مشخص کنه؟ چه کسی قرار تشخیص بده که اون کسب و کار مشکل داره و یک مشاوری، یک متخصصی، شاید بهتر از کلمه متخصص الان اینجا استفاده کنم، باید بیاد تشخیص بده که اون مشکل چیه و برای راه حل اون دنبال مسئله. نه، مشکل من خود کار مشاوره نیست. مشکل من مشاوره به عنوان یه شغله که مثلا شما کارت چیه؟ کار من مشاوره است. این به نظر من خیلی معنی نمیده.
توی مشاور اگر بخواد واقعا کارآمد باشه و بتونه کمک کنه، باید خودش دستش تو کار باشه. خب شاید اینطوری باید به قضیه نگاه کنیم که بعضیا دوست دارن توی کسب و کار جلو برن، تو همون مسیر مشخصشون پیش برن. بعضیا دوست دارن تنوع رو تجربه کنن، کسب و کارهای مختلف، صنعت‌های مختلف و سعی کنن دانش رو بین صنایع مختلف جابجا کنن. یعنی که به هزینه کارفرما در واقع میخوان کسب تجربه کنن. خب نه اتفاقا میخوان با کار مشاوره. نه اتفاقا میخوان که تجربیات صنایع دیگر رو وارد حوزه‌های دیگه بکنن، وارد صنایع دیگه بکنن. خیلی از راهکارهایی کجا وارد که میکنن اینا رو؟ بالاخره باید تجربه داشته باشن تو اون حوزه‌ای که میخوان در موردش مشاوره بدن. خب فرض کنیم که قبلا خودشون یا کسب و کار داشتن یا تو کسب و کارهای مختلف بودن و این تجربه رو کسب کردن. یعنی اطلاعاتشون دیگه بروز نیست دیگه. قبلا وقتی میگی خب همون جوری که یک بیزنسمن اطلاعاتشو بروز میکنه، یک مشاور هم میتونه اطلاعاتشو بروز کنه از تمام تجربیات جهانی که وجود داره، تجربیات صنایع دیگه. یعنی حفظ بکنه بیاد بگه اینطوری مثلا؟ نه نیازی نیست حفظ بکنه، نیازه که ببینه که هر راهکاری با چه منطقی پیاده سازی شده و شاید مشکلی که الان تو این سازمان میبینه با یکی از اون راهکارهای خلاقانه‌ای که جای دیگه پیاده سازی شده و جوابش رو دیده بیاد ایده بده در واقع. نه بیاد ایده بده و اجرا بکنه. چرا فقط ایده که همه میدن. فکر کنم هر کسی رو پیدا کنی 100 تا ایده بتونه بده. خب آخه بیاد مثلا بخونه، مطالعه کنه، بعد بیاد مثلا بخواد اجرا کنه بدون اینکه تجربه اجرا کردنشو قبلا داشته باشه. قبلا تجربه اجرا اصلا به نظر من خیلی شرکت‌ها سازمان‌ها دید منفی نسبت به مشاوره دارن. شاید خیلی مشاورایی که اومدن اصلا دانش و تخصص کافی نداشتن، به قول تو رفتن یه سرچی زدن و یه مطالعه کردن، 4 تا ویدیو دیدن، بعدم به عنوان متخصص و مشاور اون اومدن شغل تمام وقت و سازمان‌ها مشاوره بدن. طبیعتاً نتیجه خوبی هم نداشت. جدا بکنیم. ما یک مشاور داریم، یه مشاور نما داریم. اول بهم بگو که راجع به مشاور داری صحبت می‌کنی یا مشاور نما؟ کسی که دو تا ویدیو دیده باشه، کسی که 2 تا ویدیو دیده باشه و با 4 تا مقاله بخواد بیاد به یک کسب و کار مشاوره بده، اسمشو بیا بذاریم مشاور نما. اون دیگه حالت خیلی بدشه. خب حالت خوبش چیه؟ حالت خوبش اینه که خب کسی که اصلا تو اون حوزه باشه، تخصص داشته باشه، در کنارش ممکنه کار مشاوره هم انجام بده. خیلی هم خوبه، خیلی هم مفیده. خب چه لزومی داره؟ چرا الزام میکنی همه آدم‌ها باید به یک بیزینس متعهد باشن؟ شاید دوست نداشته باشه کسی اون تعهد به یک بیزینس رو داشته باشه. بالاخره شاید یک نفر از جنس اینه که بتونه یک چالشی رو حل کنه، یک کار روتین براش خسته کننده است. چرا باید الزام بکنیم یک نفر یک بیزینس روتینی رو داشته باشه و در کنار اون بخواد کار مشاوره انجام بده؟ برای اینکه باید بالاخره تجربه داشته باشه، تجربه بروز داشته باشه تو اون موضوعی که داره به یکی دیگه میگه تو بعد این کارو بکنی، برات خوبه. تجربه کسب کرده، 10 سال کار کرده، کارهای مختلفی انجام داده، تجربیات لازم رو کسب کرده، الان داره سعی میکنه اون تجربیات رو با علم روز ترکیب بکنه و به یک کسب و کار اون رو بفروشه. مثلا من بیشتر احساس میکنم وقتی کسی کارش صرفا مشاوره است، حالا ما هم از مشاور استفاده میکنیم تو حوزه‌های تخصصی، ولی خب گفتم با همین شرطی که دارم الان میگم، یعنی باید طرف تجربه داشته باشه و کار در حال کار توی اون حوزه باشه. ولی اینکه مثلا بیاد حالا 10 سال کار کرده بعد بیاد کار مشاور صرف کار مشاور فقط انجام بده، من خودم احساس میکنم که حداقل تو چیزهای جدیدی که هست بیشتر آزمون و خطا داره به هزینه منی که کارفرما هستم انجام میشه. یه ذره بذار با دیدگاهت مخالف باشم، به خاطر اینکه اتفاقا فکر میکنم برعکسه. اگر یک نفر تو یک بیزینس بخواد راهکارهای مختلف رو تست بکنه، مجبور همین آزمون خطا رو جلو ببره، یه چیزی رو اجرا بکنه ببینه جواب میده یا نه. ولی وقتی یک نفر اون راهکار رو ممکنه مشابهش رو توی چند تا بیزینس دیگه تکرار کرده باشه، اتفاقا داری اون خطاهایی که قبلا اتفاق افتاده رو ازش رد میشی و یک چیزی که قبلا جواب داده رو داره سعی میکنه تو سازمان تو پیاده سازی کنه. چرا از این دید نگاه نمی‌کنی؟ ببین نمیگم اصلا هم چیزی امکان نداره ها، یعنی مثلا حالا به قول تو یه کسی که شغلش کاملا مشاوره هست بیاد مثلا واقعا مشاور خوبی هم باشه، کار مفیدی هم انجام بده، منتها یه چیزی کارو سخت میکنه. اونم اینه که خب اصلا من از کجا بدونم؟ فرض بر اینکه من یکی میارم میگم که آقا مثلا میخوای یه سری مشکلات رو حل کنی، یه سری کمک به ما بکنی و اینها، بعد این طرف خب توی اون حوزه که کار که نمیکنه الان که، خب پس معیار سنجشی من ندارم بتونم بسنجم. میمونه این که مثلا معرفی کرده باشن از جاهای دیگه،
خب فرض بگیریم که یک جا کار میکنه، الان یک نفر میخواد بیاد تو حوزه فنی مشاوره بده، در حالی که در یک بیزینس دیگه هم مشغول به فعالیته. چه شکلی میخوایم این ارزیابی رو داشته باشیم؟ فقط صرف این که توی یک بیزینس دیگه حضور داره مشاوره میده دیگه. خب اتفاقا اینجا یه چالش خیلی جدی به وجود میاد. ممکنه که اطلاعات محرمانه رو خواسته یا ناخواسته بین بیزینس ها جابجا کنه. نگران نیستی که استراتژی بیزینس دستش بیاد و بره توی کسب و کار دیگه پیاده سازیش کنه؟ اون که اصلا یه بحث حقوقی متفاوت از اینه. اصلا ممکنه که مثلا سال پیش از کارش اومده باشه بخواد مشاوره انجام بده، هنوز قرارداد NDAش محرمانگیش پابرجا باشه، اون موقع چی؟ این موقع اینا بازی خطر وجود داره دیگه، ولی خب شغلش هم تمام وقت مشاوره است. خب برگردیم به سوال، کسی که شغل تمام وقت داره و داره تو اون قسمت کار میکنه، چه شکلی ارزیابی میکنیم که آیا اون تخصصی که مد نظر ما هست و اون مشکلاتی که ما داریم رو این شخص میتونه حلش بکنه؟ بالاخره حداقل ها رو داره دیگه. حداقلش اینه که تو اون حوزه مشغول به کار هست. یعنی به منابع انسانی اون شرکت اتکا میکنی که اون آدم رو اگر جذب کرده و نگهش داشته، پس یه سری مینیمم ها رو داره و به خاطر همین فکر میکنی که از یک مشاوری که تو یک جای ثابتی مشغول نیست معتبرتره. حداقلش اینه که میدونی که بگم داره اون حوزه کار میکنه و تو چه شرکتی داره کار میکنه، چقدر بروز اطلاعاتش، تا اینکه خب اصلا معلوم نیست آخرین باری که واقعا کار اجرایی کرده باشه کی بوده باشه، 5 سال پیش، 10 سال پیش. خب بیا از این موضوع رد بشیم، چون ظاهرا نه تو قانع میشی نه من. بیا راجع به این صحبت کنیم که اگر به یک مشکلی بر بخوری، چه شکلی یک مشاور خوب واسه اون مشکل پیدا میکنی و چه انتظاراتی داری و چی میترسونتت؟ درسته که من قانع نشدم، ولی سوال خوبی بود. اوکی، میشه اینطوری هم بهش نگاه کرد. خب بگم برای من که چیزی که خیلی مهمه اینه که بدونم اون آدم توی اون حوزه داره کار میکنه، به خصوص تو لول سطوح بالاتر. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا مشاورا راهکارهایی میدن که یه خورده فضاییه، یعنی اصلا آگاهی به هزینه ها و چالش های مرتبط با یه جوری توضیح واضحات دیگه، مثلا فلان کار رو بکنید. خب بله میدونیم باید فلان کار رو بکنیم، ولی خب این کار به انجامش به این راحتیه که فکر میکنی نیست. خیلی در واقع درگیر هزینه های یا بهای اون راهکاری که میدن نیستن. اینم یکی از دلایلش اینه که این بها رو ندادن. یعنی طرف مثلا تو رده های بالاتری که باید پاسخگو باشه و مسئول تصمیماتی که میگیره یا راهکاری که میده باشه نبوده، در نتیجه خیلی تصوری از این موضوع نداره که چرا مثلا مدیریت داره مخالفت میکنه با این راهکار و اینو میذاره مثلا به اسم این که حالا مثلا یا نمیفهمن، حالا بود محافل خصوصی تر که هیچی حالشون نیست یا نمیفهمن، یا اینکه خب حالا سرسختی بی‌معنی دیگه، یه لجبازی بی‌معنی. در صورتی که خیلی وقتا این مقاومت از روی نگرانی میاد که خب آقا اگه این راهکار درست نباشه و ما مشکل بخوریم، آیا شما پاسخگو هستی در موردش یا نه؟ حالا این بحث مسئولیت پذیری مشاورم در موردش صحبت کنیم بد نیست. ولی پس من اینجوری متوجه شدم که مدیران بازنشسته‌ای که الان هم همچنان کار اجرایی میکنن به نظر تو بهترین گزینه‌های مشاوره هستن، کسایی که الان هم همچنان تو این حوزه هستن و نمیشه گفت بازنشسته. مدیرایی که الان دارن کار میکنن بعد یه تایمی خالی کنن و به حوزه مشاوره اختصاص بدن، درسته؟ میتونن مشاوره خیلی خوبی باشن به نظر من، حالا نه الزاما این که اینها بهترین ها هستن، نه این که کسی بتونه چه مشاوری باشه، در چه حدی باشه، خیلی بستگی به اون توانمندی اون فردم داره و اینکه چقدر واقعا به طور فشرده کار اجرایی و تخصص داشته باشه، چقدر مثلا اطلاعاتش بروز باشه، خیلی فاکتورهای دیگه هم داره. ولی خب اونام گزینه‌های خوبی هستن داره و نمونه‌اش هم زیاد داریم داخل کشور خودمون. خیلی شرکت‌ها حتی این مدیرای بازنشسته، حالا ممکنه سنشون خیلی هم بالا نباشه، میگیم بازنشسته، دوباره اینا استخدام میکنن صرفاً به خاطر تجربه‌ای که توی اون حوزه تخصصی خودشون دارن، میخوان اون تجربه وارد سازمان بشه. خب چی تو مشاور میترسونت که گاهی اوقات ممکنه سراغشون نری؟ شاید این قسمت رو صحبت بکنیم یه مقدار فضای ذهنی که از صنعت مشاوره داریم برامون شفافتر بشه. ترس که حالا نمیشه گفت، ولی بیشتر اتلاف وقت و هزینه و تایمی که با مشاور اشتباه گذاشته میشه خب وقت رو تلف میکنه. فرض بر این که شما مثلا بالاخره یه آگاهی نسبت به اون موضوعی که مشاوره میگیرید داشته باشی که بتونی تشخیص بدی که حرفا خب درست نیست. اگر که اصلا نداشته باشی که خب کلا ممکنه بری در یک مسیر دیگه ای که به بیراهه باشه. البته مشاوره نگرفتن هم خوب نیست، یعنی نمیگم اتفاقا گرفتن مشاوره تو حوزه‌ای که
خب اطلاعاتی در اون خصوص نیست توی اون سازمان، خیلی هم اتفاقا مفیده، ولی همونقدر که میتونه مفید باشه همونقدر میتونه مخرب باشه. خب یعنی میگی یک هندونه در بسته است، طرف میره سراغ مشاوره و ممکنه خوب در بیاد یا بد در بیاد دیگه. خیلی وقتا همینطوره دقیقاً. خب فکر میکنی که چی کار میشه کرد که اینقدر حس عدم اطمینان نداشته باشی؟ یه راه دیگه حالا غیر از این که چک کردن این که اون طرف توی اون حوزه داره کار میکنه، بررسی بک‌گراندشه، سابقه‌اش واقعا چطوره، چون خیلی چیزا حالا شما میگی که مشاور نماها ولی به هر حال این در واقع رزومه های فیک هم خیلی زیاده. یه چیزایی اصلا عجیب و غریب اون تو نوشته میشه که واقعا یک چک کردن ساده میتونه مشخص بکنه که خیلی از اینا درست نیست. یعنی اگر من واقعا کسی رو نشناسم، هرچند که خب معمولا ما مشاوره که استفاده میکنیم معرفی میشن، اینجوری نیستش که همینطوری مثلا دنبال مشاور بگردیم. مثلا کلا کار مشاوره این حالت معرفی کردن رو ریفر کردن رو داره، ولی حالا نمیدونم چطوریه که بعضی ها با وجود اینکه معرفی میشن، حالا نفرات قبلی که با اینا کار کردن شاید حساسیت نداشتن. خب به قول تو مشاور نماها توشون از این فیلترها رد میشن و معرفی میشن که برخورد داشتیم خیلی کم ولی بوده، که خب چون اون رزومه ها رو چک میکنیم و سوابق رو چک میکنیم خب به مشکل برخورد نکردیم، ولی همه این کارو نمیکنن. خب من اینجوری میبینم که پس یه دایره فکر میکنی وجود داره از ارتباطات که مشاوران فقط از اون کانال برات در واقع معتبر هستن و قابل قبولن، ولی ممکنه یک حوزه‌ای باشه که اصلا توی دایره ارتباطات مشاوری بابتش نداشته باشی و همونجوری که گفتی شاید اصلا این حوزه اینقدر ناشناخته باشه که اطلاعاتی نده و اتفاقا به خاطر همین میخوای مشاور به مجموعه اضافه کنی، ببینی که این راهکار رو چه شکلی میتونی توی سازمان پیاده سازی کنی. فکر نمی‌کنی که میتونیم یک رویکرد جامع‌تری داشته باشیم برای اینکه دانش به خصوص با این پیشرفت علمی که داریم شاید راهکارهایی هست که ما نمیبینیم و یه نفر از بیرون بتونه بهتر ماجرا رو ببینه؟ خب مسئله اینجاست که اینا از کجا بخوای پیدا کنی؟ الان ما از پارسال تقریبا دنبال مشاور بودیم تو حوزه هوش مصنوعی، حالا تو یه شاخه‌های خیلی خاصی، و خب اصلا چیزای عجیب غریبی برخورد کردیم. حالا همه ادعا میکردن که نه ما مثلا بلدیم و اینها کار میکنیم، ولی خب نهایتا به این رسیدیم که برای تست کردن اینها پروژه بدیم بهشون. خب حاضر بودید پس این هزینه رو بدید که پروژه در واقع خب چاره دیگه نداشتیم، چون به خاطر اینکه دانشش تو خیلی دانش الان خیلی حوزه‌های گسترده‌ای که از هوش مصنوعی توش هست و به شدت هم در حال تغییره. اینجوری نیست که ما بخوایم خودمون یه تایمی بذاریم مثلا یه ریسرچی بکنیم، چون همین ریسرچی که می‌کنیم 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه اون کارآمدی لازمو نداره. در نتیجه دنبال کسی هستیم که کارش تو این حوزه باشه و بتونه این دانش رو ما منتقل بکنه. ولی میگم نهایتاً منظور این که پروژه کار کنیم تا بتونیم بالاخره یه فیلتری بکنیم، حداقل بدونیم اونی که میدونه داره چی میگه تا اونی که صرفا رفته از خود هوش مصنوعی سرچ کرده و یه سری اطلاعات به دست آورده نمیتونیم از هم دیگه تفکیک بکنیم. خیلی البته نتیجهش خوب بود. داریم میگم مشاوری که گرفتیم و اطلاعاتی که منتقل شد خیلی به ما کمک کرد، ولی خب به هر حال یه هزینه‌ای مجبور شدیم و یه زمانی اولش بذاریم تا بتونیم این فیلتر رو بذاریم که وقتمون طرف نشه. خب بالاخره هر کاری میکنی یه هزینه‌ای داره دیگه، راه دیگه‌ای نداشتید فکر می‌کنم وگرنه قطعا انتخاب می‌کردید دیگه. والا ما منتظریم که شما یک راهکاری عرضه کنید. با تمام مخالفت که وجود داره همچنان معتقدی که بعضی کارها و بعضی جاها نیاز هست از مشاوره استفاده کرد. شما که خوب میدونی که من که سالها خودم کار مشاورم انجام دادم، من تو نه عنوان شغل اصلی، در کنار کار اصلی که می‌کردم. خیلی هم کار جذابیه ها، یعنی به هر حال وارد شدن به شرکت‌های مختلف، سازمان‌های مختلف و چالش‌های متفاوتی که دارن کار جذابیه و خیلی هم مفیده، ولی میگم با اون توضیحاتی که دادم دیگه. خب راجع به قرایی که راجع به سمت مشاوره هست شنیدیم، به عنوان یه مشاور ولی اون سمت ماجرا هم هست، یعنی وقتی که قراره سعی کنی به کسب و کاری کمک کنی، وارد کسب و کاره بشی، چالشش رو مرتفع بکنی، اما یه سری مدیرایی رو میبینی که نمیان همکاری بکنن، یه ترسایی دارن. فکر کنم باش تجربهشو داشتی دیگه، چون خودت هم تو زمینه مشاوره کار کردی. درسته الان داریم سعی میکنیم که مقابل هم باشیم، ولی هر دوتامون تجربه هم کارفرمایی داشتیم هم مشاوره. یه ذره از این تجربیات صحبت کنیم. موافقی؟ آره فکر خوبیه. اتفاقات جالبی میفته تو فضای مشاوره.
بعضی اوقات چیزی که من تجربه کردم اینه که مشاور داره وارد یه سازمانی میشه که مشکلات داخلیشون رو به خصوص توی هیئت مدیره رفع و رجوع کنه. یعنی 2 نفر با هم مخالفن، نظرات مخالفی دارن و یک نفر رو میخوان بیارن که وارد این بازی و دعوا. آره دقیقاً مثل داور حل اختلاف در واقع میبیننش. اونجاست که واقعا مشاور شاید تخصصش خیلی کمکش نکنه و اگر یه ذره به مهارت‌های نرم مسلط باشه بتونه فضا رو کنترل کنه. اصلا به نظر من مشاور خیلی مهمه که مهارت‌های نرم خیلی قوی داشته باشه، مگر حالا مشاورای خیلی خیلی تخصصی که داستانش فرق میکنه، ولی عموما چون یه کاری که با نیروی انسانی سر کار با آدما کلا سر کله میزنه و قرار نیست خود طرف مستقیما کاری انجام بده، از طریق آدم‌های دیگه موثره، ضروری هستن، واقعا نمیشه بدون داشتن. به خصوص لایه مدیران که نفوذپذیریشون هم یه ذره کار سختی خواهد بود که بتونی بقبولونی بهشون که یک کاری که باید انجام بشه در مسیر درستیه و بتونی اقناع بکنی مدیران ارشد یه سازمان رو بابت تغییر مسیری که احتمالاً نیاز داری تو این پروژه بدی. هر بخشیش چالش‌های خاص خودشو داره، ولی چیزی که حالا به تجربه خود من کمک میکنه اینه که مشاور اصولاً باید از رده‌های بالای مدیریتی بیاد و به پایین کمک کنه. اگر از طریق مدیرهای میانی بیاد یا از رده‌های پایین‌تر بیاد عملاً خیلی کارایی نداره، چون از حرفش در واقع حسابی برده نمیشه که بخواد موثر باشه. ولی این مسئله‌ای که خیلی مدیران احساس تهدید میکنن وقتی مشاور میاد، چیزی که اتفاق افتاده، حالا هم من برخورد داشتم هم تو، ولی دوستان تجربه تو هم بدونم که چه خاطری اگه داری موضوعی هست که میخوای تعریف کنی و اینکه چطوری حلش کردی. آره اتفاق افتاد توی پروژه به صورت مشخص. وقتی که ما ورود کردیم سعی کردیم که اون قسمت هایی که مشکل دارن رو شناسایی بکنیم و نفراتی که به صورت مستقیم مسئولیت اون رو داشتن احساس خطر کردن، احساس یک کسی که اومده بهشون بگه که چیکار کنن، یعنی کارشون مثلا زیر سوال رفته، موچشون گرفته شده در واقع. و ما کاری که کردیم اینه که با این نفرات صحبت کردیم، به صورت مشخص براشون توضیح دادیم، با همدیگه به یک نوع همکاری رسیدیم که قراره که به صورت مشترک یک هدفی رو با همدیگه پیش ببریم و بهش برسیم. قرار نیست گولشون زدی؟ اگر گول زدن این باشه که به سمت هدف مشترک بریم، آره گولشون زدیم. گولشون زدیم که همراهمون باشن که به اون نتیجه اتفاقی که میخوایم برسونیم. و بعد از یه مدت که نتیجه رو دیدن که همینجوری که میگی قصد مچگیری نیست، قصد دستگیریه و اینکه بتونیم کار رو پیش ببریم، همراه شدن و تونستیم پروژه رو به نهایت برسونیم و اون نتیجه‌ای که میخوایم رو به دست بیاریم. خودت تجربه چیه؟ تجربه من هم اتفاقا چندین سال پیش مشاور یه شرکتی بودم، حالا یک پروژه‌ای می‌خواستن کار کنن، در واقع کسی که می‌خواستن تو اون حوزه تخصص داشته باشه بهشون کمک کنه. منتها همون مشکلی بود که گفتم دیگه، مدیر میانی در واقع من برای ورود بود، برای همین مدیرای دیگه همکاری نمی‌کردن، چون فکر می‌کردن که خب مثلا این مدیر مشاور آورده که مثلا طرفش باشه و فلان و اینها. و نهایتا هم خیلی طول اون دوره مشاوره، معمولا خب شرکتایی که من باشون کار میکردم خیلی طولانی مدت بود، مثلا هفته چند ساعت، مثلا ماهی چند ساعت باشون کار میکردم، ولی طولانی مدت. این جزء مواردی بود که خیلی طول عمر زیادی نداشت و نهایتا هم اتفاقا توی اجرای اون پروژه به مشکل خوردن، خیلی بیشتر از اون زمان بندی که مد نظرشون بود در واقع طول کشید. ولی خب میگم دیگه، اینکه مشاور از کدوم لول وارد بشه خیلی تاثیر داره تو اینکه چقدر بتونه، نه اینکه حالا حالتهای دیگه‌اش نمیشه، ولی خب قطعا با چالش بیشتری مواجه میشه. اون زمانم من خیلی وقت اینکه بخوام دائم درگیر باشم و نداشتم، چون خودمون درگیر کار خودمون بودیم، فرصت اینکه بخواد بیشتر از چند ساعت در هفته مثلا وقتمو بگیره نداشتم. در نتیجه ترجیح دادم که خروج کنم، وقتو بذارم جایی که فضای بیشتری داره. کاملا درسته. فکر میکنیم مسئولیت پذیری مشاوران چه شکلی میتونیم ببینیم؟ چون یکی از شکایت‌های خیلی بزرگ اینه که خب طرف یه حرفی میزنه، نه مسئولیتی داره، نه پس فردا سود و زیان اون پروژه قراره بهش برسه، پولشو میگیره و خارج میشه، مستقل از اینکه کسب و کار آیا نتیجه گرفته یا نه.
این سوال خیلی خوبیه و خب یه مقدارم چالش برانگیزه، چون مشاوره یه خورده حالت چهارچوب خیلی مشخص و ثابتی نداره که بشه براش مثلا یه قرارداد سفت و سختی بست یا مثلا یک حالا پنالتی یا جریمه مشخصی براش در نظر گرفت. نه که نمیشه، حالی چیز پیچیده، یه چیز روتینی نیست این کار. منم بهش فکر کردم، ولی اگر بخوای خب مسئولیت زیاد بذاری، خب اونهایی که واقعا حرفه‌ای هستن مشاورای خوب نمیان، چون خب کارهای دیگه دارن میکنن، مجبور نیستن این کارو بکنن، نمیان. اگرم نخوای هیچی بذاری که خب اون وقت اون مشاور نماها میان و چون تبعاتی براشون نداره خب میان و مشکل ایجاد میکنن. ولی من خودم واقعیتش خیلی راهکاری برای این قضیه ندارم، این راهکار سیستماتیکی براش ندارم. نظر تو چیه؟ شاید مثلا راهکارهایی که تو این صنعت مطرح میشه اینه که مشاور رو توی نتیجه دخیل بکنیم و یه مقدار از بحث پروژه مشاوره رو به بحث نتیجه منوط بکنیم. به نظرت این کمک نمیکنه که اون مشاوره و تیم مشاوره انگیزه داشته باشه؟ ببین این هست، خودت میدونی دیگه. ببین مثلا تو دنیا این متداول هستش که مثلا استارتاپ ها ادوایزر دارن و ادوایزری بورد دارن، بورد مثلا مشاور دارن، خیلی هم تخصصی هست و واقعا هم مفیده. یه درصدی از سهام هم بهشون تعلق میگیره، ولی این ساختاری نیستش که بشه تعمیمش داد. این برای یه شرط خیلی خاصیه. آره اتفاقا نکته‌ای که وجود داره بیشتر از سمت کارفرماها خیلی مطلوب نیست، چون که احساس میکنن یه تیکه از داراییشون رو دارن میبخشن وقتی که قراره که از نتیجه صحبت بکنیم و طرف رو توی نتیجه دخیل بکنن. اینم هستا، چون حالا بحث سهامو میذاریم کنار، میگم همیشه نمیشه، سازمان‌های بزرگ نمیتونن به راحتی این کارو بکنن، ولی حالا فرض مثلا بر این بگیریم که تو نتیجه سهیم باشه، مثلا تو افزایش فروش، تو کاهش هزینه ها، راندمان، خود اصلا ارزیابی این که این چقدر تاثیر داشته خودش جای بحث داره. یعنی باید یه سازمانی باشه اینقدر مرتب و منظم و ساختارمند باشه که مثلا شما یه کاری که اونجا انجام میدی و یه کمک که میکنی اینو بتونن ردیابی بکنن، ارزیابی بکنن، بر اساس اون مشاور بخواد سهیم باشه. من فکر نمی‌کنم این حداقل البته با بازار جهانی هم واقعیتش اینه که اونقدر این موضوع روال نیست، مگه یه سری شرکت‌های خیلی معدودی اینقدر دقیق بخوان کار کنن. الان اخیراً اینتل رو داشتیم دیگه که خب مدیر عاملش که کنار گذاشته شد و شرکت با اون عظمت داره در واقع قطعا اونها مشاورم داره زمینگیر میشه. خب چطور این اتفاق افتاده؟ حتی اونها هم سیستم ارزیابی درستی ندارن رو عملکرد حتی مدیر عاملشون. برای اینکه همین خب مثلا به انتظار داشته باشیم که مثلا خروجی کار یه مشاور انقدر دقیق ارزیابی بشه، من فکر نمی‌کنم این راهکار شدنی باشه. آخه جالب اینجاست که ما داریم توی یک فضای خلأ داریم صحبت می‌کنیم دیگه. مسلما خیلی فاکتورهای زیادی رو کسب و کار تاثیر میذاره و ممکنه فاکتورهای مثبت مثلا اتفاق بیفته، فاکتورهای منفی اتفاق بیفته و دقیقاً یک بازی نامعلومیه که یک توافقی نیاز داره این وسط تا بتونه جلو بره. خب شما که حالا تو این حوزه داری کار میکنی و به هر حال منابع انسانی و غیره و اینها، راهکارت چی آخه؟ ببین به نظرم باید اول خب شفاف باشیم که چرا رفتیم دنبال مشاوره. خب یعنی مشخص بکنیم برای حل چه موضوعی رفتیم. بعد همونجوری که گفتی بیایم چک کنیم ببینیم که رزومه اون مشاور و کارهایی که انجام داده آیا با کاری که ما می‌خوایم بکنیم هماهنگی داره، اصلا صنعت ما رو میفهمه، درکش میکنه، متوجه میشه تو صنعت و بیزینس ما چه اتفاقی میفته. اون از کجا باید بفهمیم؟ چون همون مسئله بود که من گفتم دیگه. خب رزومش همونجوری که گفتی همه آدم‌های الان یک رزومه‌ای دارن توی فضای آنلاین که میشه به راحتی چکش کرد. میشه چک کنی ببینی که قبلا چه کارهایی انجام داده و آیا اون کارها با اون چیزی که داریم از مشاور میخوای هماهنگ یا نه، اندازه اون میشه کار یه مشاور دیگه پیدا کنیم که در مورد این مشاوره به اون مشاوره یا پس با مشاوره بدید مشاوره انتخاب کنیم. نه یه ذره بخوایم اگر جدی‌تر صحبت بکنیم که مخاطبینمونم اگر میخوان مشاور انتخاب کنن یه ذره ایده بگیرن از این ماجرا، این هستش که ببینیم قبلا کار مشابه انجام داده یا نه. بعد از اون باید به اون جلسه‌ای که گذاشته میشه که این 2 نفر مشاور و کسی که دنبال مشاور است قرار هست صحبت بکنن، دقت کنه چقدر میتونن هم نظر باشن، چقدر میتونن این افق مشترک رو با هم دیگه ببینن. و در ادامه افق مشترک باشه که
شاید یه جای کار مشکل داره اصلا ها. نه دیگه، قراره که به سمت یه هدف برن، یعنی جفتشون دارن برای یک چیز تلاش میکنن. مشاور نیومده اینجا فقط پول بگیره، مشاور کسب و کار رو میدونه، حل چالش رو دوست داره، چالش رو میفهمه و دنبال راه حلشه. منظورم از افق مشترک اینو به نتیجه برسن. و در ادامه توی بحثی که دارن، توی توافقی که با هم میکنن، همین چیزی که الان صحبت کردیم، چقدر من انتظار دارم از مشاوره که توی کارهای اجرایی ورود بکنه. بعضی اوقات بعضی از کسب و کارها فقط به یک نفر نیاز دارن که بهشون سرنخ بده. شاید تو این موارد سراغ مشاورایی برن که بتونه 1-2 جلسه براشون زمان بذاره و بتونه اون سرنخ‌های لازم رو به اون کسب و کار بده. اما بعضی اوقات نه، یک مشاوری نیاز داریم که تا آخر اجرا همراه باشه، بیاد خودش مشارکت بکنه، به اون اجرای راهکار نظارت داشته باشه. اینها جنس‌های مختلف مشاوره هستن و ما باید بدونیم وقتی می‌خوایم مشاور انتخاب بکنیم چه جنس مشاوره الان کسب و کار و چالشمون نیاز داره. اگر اینها رو درست انتخاب بکنیم، فکر می‌کنم دیگه از اون حالت هندونه سربسته به سمت این میریم که احتمال بردمون رو تو این پروژه بیشتر خواهیم کرد. احساس می‌کنم قانع شدی با صحبتایی که من کردم که مشاور شغل نیست. احساس میکنم قانع شدی که از مشاوره استفاده بکنی و فکر میکنم بعدش قرار صحبت زیادی راجع به استفاده بکنم، با من شغل قبول نداشتم. ولی حالا برای اینکه دغدغه هر دو گروهی که شاید موافق باشن با چیزی که من میگم یا چیزی که شما میگی، میتونیم یه جنبندی بکنیم. حالا شما یه بخشیشو گفتی که خب چطوری میشه ارزیابی کرد. چیزی هم که من حالا تو صحبت‌ها گفتم و دوباره بهش اشاره میکنم اینه که توی انتخاب مشاور خیلی باید حساسیت داشت به نسبت تایمی که بعداً هدر میره. اون تایمی که اول گذاشته میشه واقعا چیزی نیست. حتما رزومه چک بشه، ریفرنس ها چک بشه، به خصوص اگر مشاوره تو سطوح بالاتری هستش که حالا دسترسی‌های بالاتر، اطلاعات محرمانه تر هست، قرارداد محرمانگی داشته باشه. این موضوع کلاً جدی گرفته بشه، چون کسی وقتی از بیرون وارد سازمان میشه این انتظار میره که خب آدمی باشه که مناسب اون کار باشه در واقع دیگه. ما مثلا آیا مدیر عامل شرکت یا مثلا یه مدیر ارشد رو همینطوری میاریم؟ قاعدتا نه، بالاخره یه تحقیقاتی روش انجام میشه، یه دوره‌ای از برای یه سری مصاحبه‌ها انجام میشه، یه روندی داره. مشاورم به نظر من همونطوره و باید واقعا معلوم باشه چه کسی داره میاد و بابت چی داره مشاوره میده. پس احساس میکنم مشاورم مثل یه چاقوی دیگه، مهم اینه که تو جای درست و استفاده درستی انجام بشه. حالا چاقو نمیتونم، ولی گاهی اوقات تو جراحی لازم میشه. یه ابزاری که میتونه مفید باشه یا میتونه مخرب باشه. دقیقاً. مرسی ازت، گفتگوی خوبی بود. مرسی از تو.